من امروز اومدم بهتون زبان هلندی یاد بدم. زبان هلندی زبان تلفظش خیلی سخته و شما میتونین یاد بگیرین. اگه شما بچه هستی، بچه‌تون که توی مدرسه خیلی راحت میتونه هلندی یاد بگیره و اول کلاس زبان میذارن که برن هلندی یاد بگیرن. بعد یه سال که درس خوندن، من اول خودمم توی مدرسه های زبان رفتم که زبان هلندیم خوب بشه. بعد تازه ما رو گذاشتن چیزهای مدرسه های هلندی. و اگه شما بخواین هلندی یاد بگیرین، من بهتون یاد میدم اگه بخواین. و مثلا اول بریم چند تا کلمه بدون یاد بدین. مثلا سلام همون هلو نمیگن، هلو میگن. یا مثلا میگن حال شما خوبه، میگن خطت مخ. یا مثلا میگم چطوری، در به دوست میگی آلس خود، اینو میگن. بیشتر وقتی میگن خطت، یا میگن خو خطت. اینجوری هم میگن. من سه مدل بهتون گفتم: خو خطت، آلس خود، خطت مخ. مثلا تو بخوای بگی من حالم خوبه، میگم هت خط خود. یا میگم یا پریما یعنی حال من خوب. یا هت خط خود یعنی که حال من خوبه. پریما یعنی که پریما شوف خیلی مثلا پریما میگی مثلا تو میخوای امروز بریم جنگل، مثلا من بهش میگم آره پریما. یعنی میخوای مثلا خود رو معرفی کنی، میگی ایکبن ماهان یعنی من هستم. ماهان ایک یعنی من، ایک یعنی من، بن یعنی هستم. و شما میتونید خیلی راحت هلندی یاد بگیرید اگه و زبان هلندی خیلی زبان سختی نیستش. لهجه‌اش شکل انگلیسی هستش یا فرانسه که بعضی کلمه‌هاشو از انگلیسی گرفته یا از فرانسه. مثلا اینم فیلم امروزمون بود که دیدم خوش دید اومده باشش. لطفا ویدیو من رو لایک کنین و تا ویدیوی